پدر وقت داری؟ میخواستم درباره یه موضوعی باهات صحبت کنم. چه موضوعی؟ وقت من خیلی با ارزشه. درباره آینده شرکت و نقش من در اون. تو باید راه من رو ادامه بدی. این میراث خانوادگی ماست. ولی من مطمئن نیستم که این چیزیه که واقعاً میخواهم. ستاره، تو همیشه سرت تو کتابه. یکم هم به زندگی برس. باید درس بخونم. میخوام یه آینده خوب برای خودم و مادرم بسازم. نگران نباش. همه چیز درست میشه. تو خیلی با استعدادی. چی شده آرش؟ چرا انقدر گرفته ای؟ دوباره با پدرم بحث کردم. اون فقط به فکر پول و قدرته. اصلاً به حرفای من گوش نمیده. میدونم سخته، ولی باید باهاش کنار بیای. اون پدرته. نمیدونم چی کار کنم. احساس میکنم توی قفس گیر افتادم. من آرش هستم. منم ستاره. ستاره جان، خیلی خسته ای. برو استراحت کن. نه مادر، اشکالی نداره. باید ازت مراقبت کنم. تو خیلی فداکاری. امیدوارم یه روز خوشبخت بشی. من فقط میخوام تو خوب بشی.